ایران ترکیه، راهنمای کسب و کارهای ایرانی موفق در کشور ترکیه. در شهر آنکارا کشور ترکیه. اگه توی شهر آنکارا زندگی می‌کنید و یا گذرتون به شهر آنکارا افتاد، حتما به گالری ابریشم که یکی از شعبه‌هاشون در مرکز خرید 365 و دیگری در مرکز خرید پانورا هست سر بزنید و لذت ببرید از صنایع دستی ایران و فرش‌های ابریشم و ماشینی که اونها هم ابریشم هستن ولی از نوع بافت ماشینی هستش لذت ببرید. بریم با هم یه نگاهی بندازیم به محصولاتش. همونطور که می‌بینید این قسمت شطرنج‌ها و تخته‌نرد هستش که از جنس خاتمه که خب هم خود ترک‌ها خیلی علاقه‌مند هستن و خود ما ایرانی‌ها هم که به هر حال یکی از سرگرمی‌ها و موارد علاقه‌مندی ما هستش که توی شکل‌های مختلفی هستش و فکر می‌کنم برای هر سلیقه‌ای پاسخگو باشه. باز یه نمونه‌های دیگه از تخته‌نرد و شطرنج‌ها رو باز میتونید اینجا هم ببینید که خودش اینقدر طرح‌های مختلف هستش که میتونید حالا از نزدیک هم باز بیاین و لذت ببرین از دیدنشون. این قسمت هم همون کالندریک یا جاقلمی‌های خاتم هستش که شکل‌های مختلفی داره. بعضیش حالا به این شکلی که باز و بسته میشن برای روی میزای آفیس، حتی برای هدیه خیلی استفاده میشه. به این حالت هستش. این قسمت هم حالا کالمنیکایی هستش که کوچیک‌تره، قلم‌های خاتم و خب این هم یه محصولیه که فکر می‌کنم خیلی کاربردهای مختلفی داشته باشه، حالا به غیر از اینکه بشه برای جا قلمی ازش استفاده کردش. قبل از اینکه حالا بریم سراغ تابلو فرش‌ها و فرشاشون که همه از نوع ابریشم و بافتای خیلی زیبایی دارن، این قسمت هم باز مربوط میشه به قول معروف مجوهر کوتو یا همون جا جواهریایی هستش که به این حالتن و خب بازم زیبایی خودشو داره و مطمئناً به شکل‌های مختلف میتونید ازش استفاده کنید. این حالت باز بزرگترش هم هست که داخلش باز خودش خاتمه. باز جعبه‌های کوچیک‌تری رو دارن که اینجا هستش. حالا اینی که باز هستن نشون بدم که این خودش جالبه. اینجا هم هستش. اینا هم باز خیلی کاربرد داره. حالا به غیر از جا جواهری خیلی کاربردهای دیگه‌ای داره. یه سری محصولات جالب دیگه هم دارن. چرمه که از چرم درست شده. البته حالا اون برام یه ظرفی هست که برای جای شکلات و اینا خیلی جالبه که باز میتونید اینجا ببینید. یه سری محصولات دیگه شون هم هستش که قابای خاتمه که باز از خاتم استفاده شده و داخلش هم حالا اون طرح‌های از که با مس فکر می‌کنم درست شده و خب باز جذابیت خودش داره. یه قسمت خیلی جالبی داره که از محصولاتشون هست که فکر می‌کنم برای خانم‌ها خیلی جذاب باشه. یه سری بدلیجاتی هستش که کار دست هستش و خب واقعا متفاوته. شما جای کمتری میتونید پیدا کنید و خیلی موارد خوبی هم برای هدیه دادن. اینجا هم باز حالا یه سری دستبند و انگشتر، این هم حالت گردنبندشه که واقعا خب خیلی جذابیت خاص خودشو داره برای کسایی که به این موارد علاقه‌مندن. یه سری باز نمونه‌های دیگه شون هم اینجاست. اینا سنگای حالا عقیقه که بازم هم مورد علاقه خود ترک‌ها هست هم ایرانی‌ها. من یه نمونه از این حالت باز چرمی که توش استفاده شده که باز به درد برای شکلات‌خوری موارد استفاده میشه. باز اینجا هم یه نمای کلی از همه محصولاتشون می‌بینید که مربوط به جعبه‌های خاتم، قاب خاتم و حالا اون قسمت‌هایی که برای دست کاغذی خاتم اون جعبه‌های خاتم هستش. بریم سراغ قسمت اصلی محصولاتشون که تابلو فرش‌های ابریشم هستش که شکل‌های خیلی مختلفی دارن
هدیه خیلی مناسبه. اگه حالا و خود ترک هم خیلی دوست دارن، اگه دوست ترک دارین و دنبال یه هدیه خیلی عالی براشون می‌گردید، میتونید که بیاین حالا از نزدیک محصولاتشون رو ببینید و اون زیبایی خاصی که خودشون دارن باز از نزدیک. یه چیزی که گاهی اوقات من همیشه میگم دوربین یه سری زیبایی‌ها رو نمیتونه نشون بده، هر چقدر هم بشه حالا وقت گذاشت و تایم گذاشت بگیره و میتونید از این محصولات زیباشون استفاده کنید. خب این قسمت هم که حالا میبینید الان یه سری فرشاشون هم که اون ور هستش با هم میبینیم، فرشایی هستش از جنس ابریشم و دستباف و یه سری محصولات خیلی جالبی که دارن فرشای ابریشم ماشینیه که حالا اونم باز به قول معروف مشتری خاص خودشو داره. این محصولات فرشاشون حالا من سعی میکنم توی خود سایت ایرانترکی.co یه سری از نمونه فرشا و کارهاشون رو بذارم که بتونید ببینید و لذت ببرید. این اگه اشتباه نکنم فرش تبریزه و جاش توی خونه خیلی از شما شاید خالی باشه و شما که بیاید از نزدیک ببینید و لذت ببرید. اینجا هم باز یه سری از فرشاشون هست که حالا اکثرشون فرشای دستبافت هستن و حتی از فرشای افغان هم دارن که شما باز میتونید استفاده کنید. فرشای تبریز، فرش خراسان و خیلی از حالا موارد فرشای دستبافتی که از شهرهای مختلف توی ایران به قول معروف با هر خریدی که اینجا انجام میشه به چندین نفر که توی این پروسه قرار گرفتن کمک میشه و خود این فکر میکنم لذت بخشترین کار بشه. برای قسمت آخر که حالا بخوایم صحبت کنیم تابلو، حالا اون تابلوهای کوچیک خاتمی که اونجا دیدی، ساعت‌های دیواری خاتمی که دارن، خود اینم باز خیلی میتونه مورد جالبی باشه برای هدیه دادن و خیلی جذابه. یه قسمت خیلی جذاب دیگه که هست توی گالری ابریشم قسمت زعفرون هستش که خب میتونه خودش متفاوت باشه که توی بسته‌های 2 گرمی هستش و خب خیلی جای شیکی هم داره. خود یکی از فیوریت های ترکاست که برای هدیه دادن که خیلی دوست دارن. و قسمت جذابتر میتونیم از نباتایی که شاید یه موقعی که دیگه دسترسیمون به ایران کم میشه و از اونجایی که ما ایرانی‌ها خیلی نبات رو استفاده میکنیم میتونید که از اینجا استفاده کنید. یه بخشی هستش دو کوشوی مرتاسی که تخمای شترمرغ هستش که روش خاتم کار شده، مثلا بخوام مینیاتور و این طرها روش کار شده و خب خیلی برای حالا هم هدیه دادن و هم دکور خونه میتونه خیلی جذاب باشه. شکل‌های خیلی مختلفی داره. باز من سعی می‌کنم که یه سری از شکلاشو باز براتون بذارم توی سایت و حتی داخل ویدیو. و باز یه سری محصولات خاتمشون که اینجا هستش کالمریکایی هستش که به این شکل، یعنی همون جا قلمیایی هست که حالا به شکل متفاوت تر هستش که بازم میشه کاربردهای دیگه‌ای داشت و استفاده کرد. و حالا همون شکرلیک یا همون جا شکلاتی های خودمونو که به صورت خاتم هست و میتونید استفاده کنید و حتی هدیه بدید. یه سری محصولات دیگه ای که هستش کراوات هایی که با ترمه درست شده و حالا زیبایی و اون جذابیت مختلفی رو داره که میتونه حالا برای آقایون یه سبک دیگه از نوع پوشش رو ایجاد کنه و مطمئنا جذابیت خاص خودش داره و مطمئنا شما رو خیلی متفاوت تر میکنه. مرسی که همراه ایرانترکی.co و گالری ابریشم بودید. امیدوارم که تشریف بیارید به گالری ابریشم و از محصولات زیباشون استفاده کنید.
و در جریان باشیم که هر کسب و کار ایرانی که توی حالا نه تنها کشور ترکیه و کشورهای دیگه‌ای که دارن فعالیت میکنن یک سری پروسه‌ای رو گذروندن که خودش واقعا تحسین برانگیزه و شما با خرید کردن و حالا استفاده از این محصولات به افراد ایرانی که حالا چه در این مجموعه هستن و چه در ایران هستن و باعث شدن که این محصولات به اینجا برسه به هزاران نفر تو این پروسه کمک میکنید. ایشالا از شعبه پانوراشون هم با هم دیگه یک گزارشی خواهیم دید و با اون شعبه هم آشنا بشید به امید گسترش کسب و کارهای ایرانی در کشور ترکیه. ایران ترکیه، راهنمای کسب و کارهای ایرانی موفق در کشور ترکیه.